هستن میخوایم با هم دیگه بریم و ستاره بخریم. برای اینکه ستاره بخوایم بخرین اول از همه باید یه دونه کیف پول داشته باشین. فرقی نداره هر کیف پولی باشه، یا تون کیپر یا مایتون ولت اگه داشته باشین اوکیه. و اینکه میخوایم داخلش هم باید یه خورده پول باشه دیگه، میخوایم یه چیزی بخریم باید داخلش یه خورده تون باشه و هر چقدرم که خواستین ستاره بخرین دیگه باید پول بیشتری داشته باشین که کاری نداریم دیگه چقدر میخواین بخرین این داستانا. میریم توی بخش بروزر. توی بخش بروزر که اومدیم باید فرگمنت رو پیداش کنیم. فرگمنت اینجا هستش، اما خب اگه پیدا نکردید اون پایین روی سرچ بزنین و اینجا فرگمنت رو تایپش کنین، اولی میادش رو بازش کنید. فرگمنت رو که بازش کردین، فرگمنت خیلی چیزا داره. یه دونه بخش یوزرنیم داره، نامبرز داره، استارز داره، پریمیوم داره و یه دونه بخش واسه تبلیغاته که شما اگه خواستین یه سری یوزرنیم های خاص تلگرام رو بخرید اینجا میتونید با پرداخت کردن مقدار زیادی تون بیاید اونو بخرید. البته بستگی داره به میزان روند بودن اون آیدی و بعدش اون آیدی میاد تحت مالکیت شما میشه. بازم حتی شما میتونید با قیمتی که خودتون خواستین بعدها بفروشینش. یه دونه بخش نامبرز داریم که توی این بخش نامبرز هم میتونید برای خودتون شماره های تلگرامی رو بخرین که قیمت های اینا زیاده نسبتاً، ولی خب اگه خواستین این شماره های مجازی رو میتونید بخرید باش وارد تلگرام بشین و بعدش هم دوباره اینا رو میتونید بفروشین. بخش استارز رو داریم که بخش اصلی هست که میخوایم با هم دیگه توضیحش رو بدیم. البته خب توضیحات خاصی نداره، میتونید داخل ستاره بخرید. یه دونه بخش پریمیوم داریم که اینجا میتونید هم برای خودتون پریمیوم بخرید هم برای دوستاتون هدیه بدین. مثلا بخش اولی. بخش دومی هم واسه اینی که داخل کانال تلگرامتون یا گروه تلگرامتون، گروه البته نمیدونم ولی قرعه کشی تلگرام بذارید. اگه گروه هم پشتیبانی کنه که خیلی خوبه، ولی خب فکر نکنم کسی واسه گروهش بیاد و قرعه کشی پریمیوم بذاره، نمیدونم. یه دونه بخش تبلیغات داریم که برای تبلیغات اولی واسه کسایی که میخوان توی تلگرام تبلیغات کنن. اگه یه سری از کانالا رو دیده باشین دیدین که اون پایین یه تبلیغاتی بعضی اوقات نشون داده میشه. البته خب اگه پریمیوم باشین بهتون نشون داده نمیشه. و بخش دومی هم واسه کسایی که کانال دارن و میتونن از این تبلیغات درآمد داشته باشن که بیشتر جنبه اطلاعاتی داره و کل درآمد شما داخل همون کانالی که دارین توی تنظیماتش محاسبه میشه و نشون داده میشه توی آپدیت جدیدش و دیگه اینجا چیز خاصی نداره. برمیگردیم به همون بخش استارز خودمون و اینجا میبینیم که چند تا چیزی هستش. اول اینجا باید آیدی تلگرامتون رو بزنید، یعنی شما هر چیزی که بخواید بخرید، تلگرام پریمیوم هم که بخواید بخرین، کلا فرگمنت سیستمش اینه. اینجا باید آیدیتون رو بزنید. اینجا هر چی دلتون خواست بنویسین، هر چی دلتون خواست که نه، یعنی آیدیتون رو اینجا بنویسین. مثلا علیرضا آیدی شما هست، وقتی که زدین اینجا براتون اسمتون رو با پروفایلتون میاره. میبینید الان این بنده خدا من نیستم، یه کسی بودم اینجوری زدم و آیدیو یعنی اسم شما رو با پروفایلتون میاره. اگه شما واقعا همین کسی که اینجا نوشته بود هستین، یعنی درست آورده بود، میتونید از این پایین حالا یه سری ستاره ها آماده کرده، بسته ای ستاره مثلا 50 تایی، 75 تایی، 100 تایی، میتونید از اینجا اینا رو بخرین. اگرم نخواستین، مثلا من میخوام 51 بخرم، اینجا مینویسم 51، قیمتش رو برام کنارش محاسبه میکنه و بعدش پایین فقط کافیه روی خرید بزنم تا ستاره ها رو برام بخره. البته چون من ایشون نیستم الان اینو نمیخرم. خب من آیدی خودم رو زدم، میبینم که پروفایل و اسمم درسته. حالا میخوام ستاره بخرم، 50 تا دونه میخوام بخرم مثلا برای تست. پایین روی خرید میزنم و دیگه بقیه مراحلم که بلدین دیگه. یه دونه تاییدیه باید بدم، این تاییدیه رو که بدم، فلشو بکشم این ور رو تاییدیه بدم، رمزم که بزنم، این تراکنش تایید میشه و این ستاره برای من خریده میشه. حالا شاید بگین که چطوری میتونیم از این ستاره استفاده کنیم که من دوباره جلوتر بهتون میگم. خب اگه بیاید توی تلگرام خودتون داخل تنظیمات، بعد از چند دقیقه خود تلگرام با اکانت رسمیش بهتون پیام میده که برای شما مثلا اینقدر ستاره اومده، اوکی، که به اون کاری نداریم. بعدش داخل تنظیماتتون یه دونه بخش به اسم ستاره های من اضافه میشه. اگه داخل ستاره های من بیاین، اینجا توی ستاره های من تعداد ستاره هاتون رو نوشته و تمامی تراکنشاتون هم نوشته که مثلا آقا چقدر خریدین، چقدر ستاره دادین رفته و حالا کل تراکنشاتون. اینجا یه دونه دکمه خرید ستاره های بیشتر داره که از اینجا نمیتونید متاسفانه بخرید، پس مجبورید از همون فرگمنت برید بخرید. اما خب حالا چطوری از این ستاره ها استفاده کنیم؟ خب برای مثال من میام توی ربات لاست داگز و حالا میخوام اینجا
رأی خودم رو عوض کنم. برای اینکه رأیم رو عوض کنم باید 50 تا ستاره بدم. حالا نمیدونم، شاید بعضیا با این ربات آشنا نباشن، کاری بهش نداریم، فقط میخوایم کلیت کارو که چطوری با ستاره پرداخت انجام میدیم و ببینیم. اول از همه که باید ربات از ستاره مثل این پشتیبانی کنه. مثلا یه چیزی رو به ما داره میفروشه، 50 تا ستاره روش کلیک که بکنین، اینجا بگین آقا من میخوام بخرم، براتون یه همچین صفحه ای میاره که حالا ممکنه برای شما چون زبانتون انگلیسی باشه انگلیسی باشه، اون بالا موجودیتون رو نوشته. اگر شما زبان تلگرامتون انگلیسی باشه سمت راست نوشته بالانس و کل ستارهاتون رو نوشته، فقط کافیه روی تایید و پرداخت کلیک کنید تا این تراکنش انجام بشه و براتون اون چیز رو بخره. حالا اینجا مثلا تعویض رای هستش و نکته خاص دیگه ای هم نداره. این بود از 0 تا 100 خرید ستاره. تلگرام پریمیوم هم اگه خواستین میتونید برای خودتون به همین شکل از داخل